تماشابینان عزیز، من امروز خواستم با شما درباره دوست داشتن الله بندگان را و همچنین باز یک چند حدیث صحیح کوتاه را بیان کنم. آغاز میکنیم از ترجمه معنای سوره آل عمران آیت 31. ای پیامبر بگو، اگر دوستدار الله باشید پس پیروی من کنید و با ظاهر و باطنتان به من ایمان آورید تا او نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد که او آمرزنده و مهربان است. این آیت چنین می‌فرماید که شخصانی که دعوای محبت الله میکنند ولی از امر و نهی پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم پیروی نمیکنند، پس این گونه کسان در دعوای خود دروغگو هستند.